آقا نوید اینم بزرگترین و حجیمترین پیتزای اهواز. ماشاءالله ماشاءالله. نگاه چیه؟ وای وای دستم سوخت ارباب اینجا چی داریم؟ پیتزا برگر. به به. 1 نفره، 2 نفره، وای 4 نفره. یا اینجاست خدا. که میگه الله بده برکت. به به به. آقا این حجم خمیر فقط واسه فروش 1 ساعت ارباب برگرها. ما روزی 1200 تا چونه برگر تو ارباب برگر پخت میکنیم. نوید 10 سال زحمت پشت این فرمول برگره. آقا نوید اینم ژامون تنوریامون که وارد تانک زرهیمون میشه. اینم تانک زرهی بزرگترین فر خوزستان. 500 پیتزا در ساعت. ارباب ساعتی چند تا پیتزا برگر؟ 100